أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب فضل المشی الى المساجد، یعنی که باب در مسئله فضیلت پیاده رفتن به طرف مسجد، قدم زنان به طرف مسجد ها رفتن چه فضیلت و چه ثواب و چه برتری های دارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب برای ما و شما احادیث را، سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1052 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند من غدا الى المسجد او راح، یعنی هر کسی که برود به طرف مسجد، غدا یعنی در صبح پیش از زوال، در صبح برود به طرف مسجد، او راح یا راح یعنی در بیگانی بعد از زوال برود به طرف مسجد. مقصدش یعنی کسی نماز بامداد برود، کسی نماز پیشین برود، عصر برود، شام برود، خفتن برود. اعد الله له فی الجنة نزلا، آماده می کند الله تبارک و تعالی برای این انسانی که به طرف مسجد رفته است در جنت ضیافت را، نزول یعنی که ضیافت را برای اون انسان مسجد رونده الله تبارک و تعالی آماده می کرده است. کلما غدا او راح، هر زمانی که صبح مسجد می رود یا بیگانی مسجد می رود، هر وقتی که مسجد می رود الله سبحانه و تعالی براش ضیافت آراسته می کند، ضیافت آماده می کند. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 1053 و عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من تطهر فی بیته، یعنی هر کسی که طهارت بکند در خانهش، هر کسی وضو بگیرد، خودش پاک بکند، تازه بکند در خانهش، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، بعد برود به مسجد، به خانه از خانه های الله، یعنی به مسجدی از مسجدها بعد از طهارت کردن و خودش را تازه کردن برود. چرا برود؟ لیقضی فریضة من فرائض الله، تا اینکه ادا بکند فریضه از فرایض الله را، یعنی تا اینکه بخواند، بگذارد نمازی فریضه را در مسجد. کانت خطواته، یعنی می باشد، میگه قدم های این انسان، احداهما تحط خطیئتا، یعنی یکی از قدم هاش تحط یعنی تازه میکند، پاک میکند یک خطایش را، یک گناهش را. خطیئتا یعنی یک گناهش، یعنی یک قدمش وقتی به طرف مسجد قدم میماند، یک قدمش گناهش پاک و تازه میکند. والاخرى ترفع درجتا، و قدم دویمش بالا میکند درجه و منزلت و جایگاهی، منزل این انسان را، جایگاه این انسان را بالا میکند و بلند میکند. یعنی قدمهاش یتش گناه را از بین میبرد، پاک میکند، یت دیگهش سبب بالا رفتن درجاتش در جنت میباشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 1054 و عن ابی بن کعب رضی الله عنه قال،
یعنی از ابی ابن کعب رضی الله عنه روایت است که گفت کان رجل من الانصار، بود میگه مرد از انصاری، لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه، یعنی نمیدانم کسی را دورتر از مسجد از وی دیده. یعنی یک مرد انصاری بود که دورترین انسان از مسجد بود، یعنی خانهش بسیار خانهش دور بود. و کانت لا تخطئه صلاه، ولیکن میگه بود لا تخطئه صلاه، یعنی که از دست نمیداد این انسان نماز را، یعنی نماز فوت نمیشد از این انسان که مسجد نیامده باشد. یعنی دائمی با از خانهش از مسجد دورترین بود، اما دائمی در مسجد این انسان بود. یگان نماز نبود که این انسان در مسجد نباشد. فقیل له، پس گفته شد برای همین مرد انصاری، همین کسی که از خانهش از مسجد دور است، پس همین را گفتند که لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء و فی الرمضاء، گفت اگر که می خریدی یک خری را، مرکب را، یگان مرکب برای خودت می خریدی که ترکبه فی الظلماء و فی الرمضاء، سوار میشید اون مرکب خریدگیت را در تاریکی های شب، و فی الرمضاء در گرمی های روز، یعنی از اون خر استفاده، از اون مرکب استفاده می بردی برای رفتن و آمدن رای دور. قال، اون مرد انصاری جواب داد ما یسرنی ان منزلی الى جنب المسجدی، گفت دوست نمیدارم، من خرسند نمیشوم که خانه من در پهلوی، در کنار مسجد باشد، در پیش مسجد خانه داشته باشم، در کنار مسجد، در پهلوی مسجد خانه داشته باشم. گفت این را من دوست نمیدارم، این گو مرا خرسند نمی کند. اینی اريد ان یکتب لی ممشای الى المسجدی، گفت هر آینه من دوست میدارم که نوشته شود برایم ممشای الى المسجد، یعنی که راهگردی هایم به سوی مسجد، قدم زدن هایم به سوی مسجد، رفتنی هایم به سوی مسجد، گفت میخواهم نوشته شود، ثبت کرده شود در نامه اعمالم. و رجوعی، و بازگشتن از مسجدم، گفت همچنین در نامه اعمالم نوشته شود. اذا رجعت الى اهلی، هنگامی که باز میگردم از مسجد به طرفی، به جانب خانوادم، به اهل بیتم، به نزد اهل بیتم برمیگردم، گفت من میخوام که اینها نوشته شود در نامه اعمالم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که قد جمع الله لك ذلك كله، یعنی که واقعا فراهم ساخته است الله تبارک و تعالی برای تو اینها را، همه اش را، یعنی واقعا تو صاحب همه اینها شدی. رفتنی به طرف مسجد در نامه اعمالت نوشته شد، آمدنت نوشته شد، قدم گذاری ها نوشته شد، هر قدمی تو یک تاش سبب آمرزش گناهت می شود و دویمش سبب بالا شدن درجاتت می شود. ببینید این مرد خالص به خاطر ثواب و اجر و پاداش راه طولانی را به طرف مسجد پیاده طی میکرد تا اینکه از اجرش محروم نگردد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کردگی هست. بعد از این حدیثی 1055 و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت خلت البقاع حول المسجدی، یعنی که خالی شد بقاع، یعنی جای زمینه در حول، در اطراف مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در نزدیکی مسجد پیغمبر میگه یک زمینه خالی شد، یک زمینه خالی شد و یک جای خالی شد. فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد، پس خواستند بنو سلمة، یعنی قبیله بنو سلمة، ان ينتقلوا قرب المسجد، این که انتقال پیدا بکنن، یعنی بکوچند با نزدیکی مسجد پیغمبر بیایند. همین بنو سلمة خواستند که نزد مسجد پیغمبر، همون زمین خالی که شد، همون زمین را بگیرد و جای زندگی قرار بدهند.
فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه و سلم فقال لهم، پس میگه رسید این کار، این نیت و مقصدی بنو سلمه وقتی که میگه رسید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت براشون که بلغنی انکم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، گفت رسید برای من که شما میخواهید کوچ بندید به نزدیکی مسجد بیایید، پیش مسجد بیایید. قالوا نعم یا رسول الله قد اردنا ذلك، بنو سلمه گفتن که بله ای رسول الله، واقعا ما این را میخواهیم، یعنی ما همین طور نیت کردیم که نزد مسجد بیاییم تا اینکه مسجد نزدیک باشیم و همیشه نمازها را در مسجد بخوانیم. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بنی سلمت دیارکم تکتب آثارکم، گفت ای بنی سلمه دیارکم، یعنی که شما در همون دیار خودتان، در همون محله که زندگی میکرده، در همون محله خودتان بمانید. تکتب آثارکم، گفت ثبت میشود آثار شما، ثوابهای شما، قدمهای شما. وقتی که از همون محله زندگیتان شما تا به مسجد میآیید، هر قدمی که مینویسید، هر قدمی که میگذارید ثبت کرده میشود. هر ثوابی که شما میگیرید همه اونها نوشته میشوند، ثبت میشوند در نامه اعمالتان. دیارکم تکتب آثارکم، باز پیغمبر گفت که شما لازم بگیرید بمانید در همون محله خودتان، نوشته میشود پاداش و ثواب و قدمهایی که به طرف مسجد میگذارید اینها ثبت کرده میشوند و نوشته میشوند. فقالو، پس این بنو سلمه گفتند که ما یسرنا ان كنا تحولنا، یعنی که خوش نمی کرد ما را اگر که ما کوچ میبستیم به نزد مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی اگر که کوچ میبستیم ما خرسند نمی شدیم، یعنی که همون دور بودن من برای ما خرسندی آورد که قدم های ما برای ما اجر می شود، هر قدمی که می گذاریم نوشته می شود، ثوابایی که می گیریم ثبت می شوند و در نامه اعمالمون نوشته می شود. گفت ما یسرنا، یعنی خرسند نمی کند ما را، خرسند نمی شویم ما انا کنا تحولنا، هر نه اگر که ما کوچ می بستیم به نزد مسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. همون دور بودن ما بهتر و خوبتر است که ثواب من زیادتر هست. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. و رواه البخاری و معناه من روایت انس، و روایت کردگی است امام بخاری به همین معنا از روایت انس، اما راوی امام بخاری به همین معنا حضرت انس رضی الله عنه می باشد. پس این بود حدیث 1055. بعد از این حدیث 1056 و عن ابی موسی رضی الله عنه قال، یعنی از ابو موسی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هر آینه بزرگترین مردم از روی پاداش در نماز، ابعدهم الیها ممشا، یعنی که دورترین اونها به طرف مسجد قدم زنانشان هست. ممشا هست کدامش که زیادتر مکان قدم زنیشان دورتر هست از مسجد، از جای نمازخانه دورتر هست. هر کسی که دورتر باشد همون را گفت اعظم الناس اجرا هست، یعنی که بزرگترین مردم از روی اجر و پاداش، بزرگترین ثواب را دارد این انسان. فابعدهم، به همین طور گفت باز دورترینش، یعنی هر کسی که دورتر باشد همون ثوابش زیادتر است. یا 1 کیلومتر باشد ثوابش زیاد، 1.5 کیلومتر او 1.5 کیلومتر را ثوابش 1 کیلومتر را زیادتر، با 2 کیلومتر باشد او را با ثوابش از همه ده بالاتر. هر چی قدر دور شدن گرفت از مسجد و به طرف مسجد لیکن بیاید، این طور نه که خانهش دور باشد در مسجد اشتراک نکنه، نه، خانهش دور است و لیکن مسجد می آید، قدم زنان می آید به طرف مسجد، پس اون بزرگترین پاداش و ثواب رو دارد. والذی ینتظر الصلاة، این یکم طایفه مردمی بود که بزرگترین اجر و پاداش را دارن، خونهشون اگر از مسجد دور باشد و به طرف مسجد بیاین. والذی ینتظر الصلاة حتی یصلیها مع الامام
اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود دویم طایفه مردمی که ثواب زیاد میگیرند والذی ينتظر الصلاه، اون مردمی که انتظار نماز میمانند حتی یصلیها، تا اینکه نماز را بخوانند مع الامامی، همراه امام، یعنی با جماعت نماز را بخوانند، انتظار میشوند تا اینکه نماز را با جماعت بخوانند. اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام، بزرگتر است میگه ثوابش از کسانی ده که نماز را میخوانند و بعدش خواب میشوند. یعنی کسانی که امام را انتظار نشده چون میخوانند و خواب میشوند اینها را ثوابشون کمتر است، اما اون کسانی که انتظار امام میشوند، با امام نماز را با جماعت میخوانند و خواب میشوند، اونها را نماز ثوابشون زیادتر است. این حدیث معناش چی است؟ یعنی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مثل امروزه نبود که وقتی نماز بدراید و نماز را بخوانند، نه، نماز را با سیاق شب می بردن، یعنی که دیر می خواندن. پس کسانی که انتظار اون نمازی با جماعت دیر شده نمی توانستن، با جماعت اینا خشون نماز می خواندن، یا که مثلا در خشون نماز می خواندن و خواب می شدن، انا اینها را گفته که ثوابشون کم است. اما امروز همین وقتی نماز می شود و می خوانند و وقتی نماز شد و می خوانند، اینها در دیگر این طریقه که پیش از امام بخواند، زیرا که پیش از امام خواندن یعنی وقتی نماز نداره آمده است. اما وقتی زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی دیر نماز می خواندن، اون وقت پیش از امام می خواندن، ثواب می گرفتن کمتر و انتظار امام می شدن، ثوابشون زیادتر بود. اما امروز چطور گفتیم؟ نه، وقتی نماز می شود اگر پیش از امام خوند حتما یعنی پیش از وقت خوندگی است، یعنی نماز درست نشده است، ثوابش کم است، نه، نمازش درست نشده است، یعنی که پیش از وقت خوندگی هست. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیث 1057 و عن بریده رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از بریده رضی الله عنه روایت است که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامت، یعنی بشارت بدهید روندگان به سوی مسجد در تاریکی ها، کسانی که پیاده قدم زنان می روند در تاریکی ها به طرف مسجد، بشرو یعنی بشارت بدهید، مژده بدهید، المشائین یعنی پیاده روندگان، قدم زنندگان، فی الظلمی در تاریکی های شب، الی المساجدی که به طرف مسجد قدم زده می روند، به نور تامی یعنی که به نور پره کاملی که در روز یوم القیامتی، در روز قیامت براش داده می شود، اونها را گو بشارت بدهید. یعنی که انسانی که به طرف مسجد می رود در تاریکی های شب قدم زنان، نوری پره نوری کامل در روز قیامت براش داده می شود. اما این حدیث ضعیف می باشد. رواه ابو داود و ترمذی، و این حدیث را ابو داود و ترمذی رحمه الله روایت کرده است. بعد از این حدیث 1058 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا، گفت آیا راهنمایی نکنم شما را، آیا راهنمایی نکنم شما را علی ما یمحو الله به الخطایا، یعنی به همون چیزی که به آن چیزهایی که پاک میکند، محو میکند الله تبارک و تعالی به سبب همون گناهان شما را، خطاها و معصیت ها و کمبودی های شما را الله سبحانه و تعالی محو میکند، از بین میبرد، شما را از گناه پاک میکند. آیا به همون عمل من شما را راهنمایی نکنم؟ و یرفع به درجات، و بالا میکند الله تبارک و تعالی به همین سبب این کارها درجه شما را، منزل و جایگاه شما را بالا میکند. قالوا بلا یا رسول الله، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند بله ای رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند اسباغ الوضوء علی المکاره، یعنی که پره طهارت کردن در سختی ها،
در حالت سختی، مثلا در تابستان گرمی ها ده پر طهارت کنی، در زمستان در خنکی ها پر طهارت کنی، در حالتی که طهارت کردن دشوار است تو پره کامل طهارت بکنی. و کثرت الخطا الى المساجد، و بسیار قدم گذاشتن به طرف مسجد، قدم ها را زیاد کردن به طرف مسجد، همچنین این گفت از عملهای بزرگ است. و انتظار الصلاة بعد صلاة، یعنی انتظار شدن نماز بعد از نماز، نماز را خواندی انتظار نماز بعدی بنشینی، یا بر وقتر روی در مسجد انتظار نماز بنشینی تا اینکه نماز شود و تو نماز را بخوانی. انتظار نماز شدن این هم گفت بسیار ثواب زیاد دارد. فذلکم الرباط، فذلکم الرباط. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن پس این هستن، گفتن جهاد، پس این هستن جهاد، یعنی که این هست به مثل جهاد در فضیلت و ثواب و اجر. چطور که جهاد ثواب دارد اجر دارد، انا همین کارها هم، یعنی پره طهارت کردن در حالت سختی و قدم زیاد موندن به سوی مسجد و انتظار نماز شدن، این سه عمل هم گفتن به مثل جهاد پر فضیلت و پر ثواب و پر اجر می باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. آخرین حدیثی این باب حدیث 1059 می باشد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، یعنی از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، یعنی گفتن هنگامی که دیدید شما مرد را که یعتاد المساجد، یعنی عادت به مسجد کردگی است یا آباد میکند مسجدها را، فاشهدوا له بالایمان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که پس گواهی بدهید برای اون انسان ایمان را، یعنی آباد کننده مسجد اون ایمان دارد، شهادتی بدهید که اون انسان ایمان دارد. قال الله عز وجل، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، سوره توبه آیت 18. الله سبحانه و تعالی میگوید انما یعمر مساجد الله، فقط و فقط آباد میکند مسجدهای الله را من آمن بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان آورده هستند با الله و ایمان آورده هستند به روز قیامت، یعنی اهل ایمان است که مسجدهای الله تبارک و تعالی را آباد میکنند و عادت میکنند اینها به مسجد و همیشه مسجدی میباشند و همیشه در مسجد حضور دارند. اونها اهل ایمان و اهل ایمان میباشند. الآیت، میگه آیت را خوان. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، امام ترمذی روایت کرده است گفته است حدیث حسن است، اما این حدیث در نزد اهل حدیث این ضعیف تر می باشد از حدیث بالایین دیده، از حدیث 1057 دیده، از حدیث بریده رضی الله عنه دیده، این حدیث ضعیف تر می باشد، این حدیث ضعیف تر هست. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه به آخر رسید و باب نو، باب انتظار الصلاتی، باب در مسئله انتظار شدن نماز. انتظار شدن نماز چه ثواب و چه پاداش دارد انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددکار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.